سلام لیلی بافتیا، خوش اومدین با یه قسمت آموزشی دیگه با من. توی این قسمت میخوام آموزش بافت این پرنده کیوت و بامزه رو برای شما داشته باشم که در واقع یه مرغ دریایی هستش. این کار قدش و ارتفاعش حدوداً با پاهاش به 22 سانتی متر میرسه و عرضش حدود 7-8 سانتی متر هستش. این کار رو تماماً با کانوای ایرانی آکریل تاب بافتم و از قلاب شماره 2 واسه بافتش استفاده کردم. برای بافتش به چند تا رنگ کانوا احتیاج دارین که قرمز، سفید، فیروزه‌ای، خردلی و صورتی برای لب‌هاش و کانوای کرم و صورتی برای این ماهی کوچولو. همچنین احتیاج داریم به چشم که من از چشم پلاستیکی استفاده کردم و با استفاده از چسب حرارتی چسبوندمشون. شما میتونید از چشم‌های واشردار هم استفاده کنید. همچنین به الیاف برای پر کردنش احتیاج داریم. من از این الیاف‌های دونه برفی برای پر کردنش استفاده کردم. شما میتونید از الیاف‌های دیگه هم که ساده هستن استفاده کنید. برای قسمت اتصالات هم به سوزن احتیاج دارین که من از سوزن مخصوص بافتنی استفاده کردم. بریم که آموزشش رو داشته باشیم. سلام لیلی بافتیا، خوش اومدین با یه ویدیوی آموزشی دیگه با من. توی این قسمت از آموزش که قسمت اول آموزشم هست، میخوام آموزش بدن این عروسکمون که مرغ دریایی هست رو برای شما داشته باشم. بدنش تشکیل شده از 45 تا رج که از قسمت پایین شروع میکنیم و میرسیم به قسمت بافت لباسش که من از رنگ سرمه‌ای و سفید استفاده کردم و رنگ کانوام رو تغییر دادم رج به رج. بریم که آموزشش رو با هم داشته باشیم. خب برای بافت بدنش کارم رو با بافت 15 تا زنجیره شروع میکنم. ببینید در ابتدا 15 تا زنجیره بافت میزنم. وقتی که 15 تا زنجیره رو بافت زدم، از زنجیره دوم شروع به بافت میکنم. ببینید این زنجیره که نه، دومی. و 13 تا پایه کوتاه بافت میزنم تا برسم به آخرین زنجیرم. ببینین قلابم رو میبرم توی زنجیره، نخ رو میگیرم میکشم بیرون، دوتا رو یکی میکنم. بافتم رو انجام میدم تا برسم به آخرین زنجیرم. ببینین به آخرین زنجیره که رسیدم من افزایش رو دارم. یعنی چی؟ یعنی داخل یه زنجیره‌ای که دارم 3 تا پایه کوتاه کار میکنم. افزایش 3 تایی در واقع دارم. معمولا افزایش‌ها رو با 2 تا پایه کوتاه انجام میدیم، ولی اینجا توی دستور گفته شده که 3 تا پایه کوتاه توی آخرین زنجیره بافت بزنیم و بعد میریم اون سمت زنجیره کارمون رو ادامه میدیم و روی این قسمت ها کار میکنیم. مجدد 13 تا پایه کوتاه این سمت بافت میزنم تا برسم به آخرین زنجیره. ببینیم به آخرین زنجیره که رسیدیم مجدد افزایش 3 تایی داریم. 3 تا پایه کوتاه توی این زنجیره کار میکنم و میرم برای بافت رج 2. توی رج دوم ابتدا 14 تا پایه کوتاه میبافم و بعد 2 تونه رو افزایش میدم. ببینید از اینجا شروع به بافت میکنم، همینجوری پیوسته دور تا دور من بافتم رو ادامه میدم. چهارده تا پایه کوتاه بافتم، 2 دونه رو من
افزایش میدم. یعنی توی دونه اول 2 تا پای کوتاه، افزایش ها دیگه 2 تایی هستن. توی دونه بعدی هم مجدد 2 تا پای کوتاه که این میشه 2 تا افزایش. توی هر 2 تا دونه هر کدوم 2 تا پای کوتاه بافتم. بعد از 14 پای کوتاه و 2 تا افزایش 15 تا پای کوتاه میبافم و بعد یه دونه رو افزایش میدم. پونزده پای کوتاه بافتم، یه دونه رو افزایش میدم، یعنی 2 تا پای کوتاه میبافم و یه پای کوتاه دیگه هم میبافم. پای کوتاه به صورت ساده بدون افزایش که رج 2 من به اتمام برسه. برای رج 3 مجدد 15 تا پای کوتاه میبافم، 2 تا رو افزایش میدم. این رج 3 من هست. 15 تا پای کوتاه ابتدا میبافم. ببینید 15 تا پای کوتاه بافتم و بعد 2 دونه رو افزایش میدم، یعنی توی 2 دونه بعدی هر کدوم 2 تا پای کوتاه میبافم به جای اینکه یه دونه پای کوتاه ببافم. و بعد از 2 تا پای کوتاه افزایشم 17 تا پای کوتاه میبافم و بعد از 17 پای کوتاه یه دونه افزایش دارم. ببینید بعد از اینکه 17 تا پای کوتاه بافتم، دونه بعدیم رو این دونه رو افزایش میدم. 17 تا پای کوتاه بافتم، توی این دونه 2 تا پای کوتاه میبافم، یه دونه افزایش دارم در واقع بعد از 17 پای کوتاه و بعد 2 تا پای کوتاه هم به شکل ساده بدون افزایش میبافم. حالا برای رج 4 تا 6 یعنی 4 5 6 3 تا رج ساده بافی دارم. توی همه دونه ها 40 تا پایه کوتاه به صورت ساده دور تا دور من بافت میزنم. یه علامت هم میذارم. حالا من میتونم نخم رو به عنوان علامت اینجا در نظر بگیرم که بدونم از کجا شروع کردم و بعد شروع میکنم به ساده بافی و 40 تا پای کوتاهم رو دور تا دور بافت میزنم. ببینید من 3 رج ساده بافیم رو انجام دادم، رسیدم به این قسمت. دقت کنید که همیشه شروع و پایان کار شما توی این قسمت هست. انتهای هر رج به این قسمت میرسیم. نباید مثلا این قسمت بیایم، حتما باید این قسمت باشه. پس دونهاتون رو یه جوری تنظیم کنید و شمارش رو انجام بدین تا اشتباه نکنین. برای رج 7 من کاهش دارم. 16 تا پای کوتاه بافت میزنم و بعد یه دونه رو کاهش میدم. ببینین 16 تا پای کوتاهم رو بافتم، حالا یه دونه رو کاهش میدم. حلقه جلوی این گندمی ها رو در نظر بگیرین. قلابم رو میبرم داخل، نخ رو میکشم بیرون، قلابم رو میبرم توی بعدی، میکشم بیرون، 3 تا رو یکی میکنم. بعد از اینکه 16 تا پای کوتاه بافتم، یه دونه رو کاهش دادم، مجدد 18 تا پای کوتاه میبافم و یه دونه رو کاهش میدم. ببینید 18 تا پای کوتاه بافتم، حالا یه دونه رو مجدد کاهش میدم به این صورت و بعد 2 تا پای کوتاه هم میبافم تا این رجم به پایان برسه. این شد رج 7 من. برای رج 8 تا 10 38 تا پای کوتاه دارم که به صورت ساده بافی دور تا دور بافت میزنم. پس 8 تا 10 8 9 و 10 3 رج دوباره ساده بافیم رو انجام میدم و 38 تا پای کوتاه دور تا دور میبافم. ببینید رج 8 تا 10 ساده بافیم رو انجام دادم. کار من تا اینجا به این صورت در اومده. برای رج 11 مجدد من کاهش رو دارم. الان تعداد دونه هم 38 تا است. مجدد کاهش میدم تا تعداد دونه هم به 36 تا برسن. برای رج 11 15 تا پای کوتاه میبافم طبق دستورم. ببینید 15 پای کوتاهم رو بافتم و بعد یک دونه رو
کاهش میدم. یه دونه کاهش انجام دادم و بعد 17 تا پایه کوتاه میبافم و بعد از 17 پایه کوتاه مجدد کاهش رو دارم. ببینید 17 تا رو بافتم. حالا بعد از 17 تا همونطور که گفتم یه دونه کاهش دارم و بعد از 17 تا دو تا و بعد از کاهشم 2 تا پایه کوتاه هم به صورت ساده بافت میزنم. الان تعداد دونه های من به خاطر 2 تا کاهشی که داشتم به 36 تا رسیده. رج 11 رو به اتمام رسوندم. برای رج 12 تا 14 36 تا پایه کوتاه به صورت ساده بافی دور تا دور کارم میبافم، یعنی 12 13 14 3 رج مجدد من ساده بافی رو دارم بدون هیچ کاهش یا افزایشی دور تا دور پایه کوتاه میبافم. 3 تا رج. خب ببینید من 3 رج ساده بافی رو به اتمام رسوندم. رج 12 تا 14 36 تا پایه کوتاه دور تا دور کارم بافتم. برای رج 15 مجدد من کاهش رو دارم. 15 تا پایه کوتاه میبافم، یه دونه رو کاهش میدم، دوباره 16 تا پایه کوتاه میبافم، یه دونه رو کاهش میدم و در انتهای پایه کوتاه میبافم. پس 15 تا پایه کوتاه ابتدا میبافم، ببینیم 15 پایه کوتاهم رو که بافتم یه دونه رو کاهش میدم و بعد از یک کاهشم 16 تا پایه کوتاه میبافم و بعد مجدد کاهش رو دارم. ببینید 16 تا پایه کوتاه بافتم، حالا یه دونه رو کاهش میدم و بعد از اون یه دونه پایه کوتاه هم میبافم تا رجم به اتمام برسه. اینجا رج من به اتمام میرسه. برای رج 16 34 تا پایه کوتاه دارم که دور تا دور به صورت ساده 16 تا 34 تا پایه کوتاهم رو میبافم به صورت ساده بافی بدون هیچ افزایش و کاهشی. 34 تا میشمارم و میبافم. ببینید من رج 16 رو به اتمام رسوندم. برای رج 17 و 18 من باید تعویض رنگ کاموا یا نخم رو انجام بدم. من برای قسمت راه بدن یعنی راه لباسش از رنگ سرمه‌ای استفاده کردم. شما میتونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید، حالا با توجه به رنگ لباس عروسکتون که دوست دارین چه رنگی باشه. برای تعویض نخ دقت کنید. وقتی که یک پایه کوتاه رو کار میکنید قبل از اینکه کاملش کنید و نخ رو بکشید بیرون نخ جدید رو اضافه میکنید و دوتا نخ روی قلاب رو با اون یکی میکنید و بعد نخ قبلیتون رو میکشید تا کار محکم بشه و شروع به بافت با رنگ جدید میکنید. این قسمت اضافه هم که باقی میمونه توی کار به کار میگیرین و میبافین با کارتون تا یک مقدار محکم بشه. برای رج 17 و 18 با کاموای سرمه‌ای رنگم باف رو انجام میدم و 34 تا پایه کوتاه دور تا دور کارم میبافم، یعنی 2 رج ساده بافی دارم. رج 17 تا 18 34 تا پایه کوتاه با رنگ سرمه‌ای بافت میزنم. ببینید این قسمت اضافی رو من توی بافت به کار میبرم. قسمت سفید هم داخل نگه داشتم و جدا نکردم تا بعداً مجدد میخوام ازش استفاده کنم. اگه نمیخواستم استفاده کنم که قیچیش میکردم. ببینید تا همینجا که من داخل بافت به کار بردمش کافیه. میتونید از اینجا دیگه قیچیش کنین. پس 2 رج ساده بافیم رو انجام میدم. ببینید رج 17 و 18 رو ساده بافی انجام دادم با کاموای سرمه‌ای. قبل از اینکه آخرین دونم رو کامل کنم بافتش رو رنگ سفیدم رو اضافه میکنم، سرمه‌ای رو میکشم محکم بشه و شروع میکنم به بافت رج 19. رج 19 14 تا پایه کوتاه ابتدای کارم با رنگ سفیدم میبافم.
بعد از 14 تا پای کوتاهی که بافتم یک دونه رو کاهش میدم و بعد از کاهشم 15 تا پای کوتاه میبافم. بعد از 15 پای کوتاهی که بافتم یک دونه رو به این صورت کاهش میدم و بعد یک پای کوتاه هم میبافم تا رج من به اتمام برسه، در واقع رج 19 من. برای رج 20 تا 21 یعنی 20 تا 21 33 تا پای کوتاه دارم که با رنگ سرمه‌ای میبافم. ببینید قبل از اینکه من این دونه آخر بافتش رو به اتمام برسونم باید سرمه‌ایمو اضافه میکردم. سفید رو میکشم محکم میکنم و شروع میکنم به بافتن دو رج با رنگ سرمه‌ای. 33 تا پایه کوتاه. ببینید من دو رج ساده بافی رو انجام دادم. رج 20 و 21 اشتباه گفتم 33 تا پایه کوتاه، در واقع 32 تا پایه کوتاه هستن. 32 تا پایه کوتاهم رو بافتم. حالا برای رج 22 مجدد بازم ساده بافی دارم با کانوای سفید، ولی رنگ سفید رو متصل کردم و 32 تا پایه کوتاه با رنگ سفیدم بافت میزنم. رج 22 رو به اتمام رسوندم با کانوای سفید رنگ. 32 تا پایه کوتاه بافتم ساده بافی. برای رج 23 با کانوای سرمه‌ای مجدد کارم رو شروع میکنم. 14 تا پایه کوتاه میبافم و دو تا دونه رو یعنی دو بار کاهش میدم. 2 تا کاهش انجام میدم. پس ابتدا 14 تا پایه کوتاه میبافم. ببخشید دوستان، 14 تا پایه کوتاه میبافم، یک بار کاهش میدم، مجدد 14 تا پایه کوتاه میبافم و کاهش میدم، یعنی 14 تا پایه کوتاه کاهش رو دو بار تکرار میکنم. 14 تا دونه میبافم، یک کاهش، 14 تا دونه میبافم، یک کاهش دیگه، که اینجوری تعداد دونه های من که 32 تا هستن کم بشن در واقع، و 32 تا میرسه به 30 تا و 30 تا پای کوتاه خواهم داشت. پس الان ابتدا 3 4 5 و 6 10 14 یه دونه رو ببینین کاهش میدم، یعنی دوتا رو یکی میکنم، دوتا دونه رو یک کاهش و مجدد 14 تا پای کوتاه یک کاهش دیگه. ببینید اینجا 14 تا پای کوتاه کاهش هم دوبار انجام دادم. رج 23 میرم برای بافت رج 24. توی رج 24 30 تا پای کوتاه دارم که به صورت ساده بافی دور تا دور کارم پای کوتاه میبافم بدون هیچ افزایش یا کاهشی. 30 تا پای کوتاهم رو میبافم. ببینید رج 24 رو انجام دادم با کانوای سرمه‌ای ساده بافی. 30 تا پای کوتاه بافتم. رج 25 هم با رنگ سفید 30 تا پای کوتاه باید بافت بزنم. پس رج 25 هم ساده بافی با رنگ سفید انجام میدم و 30 تا پای کوتاه دور تا دور کارم میبافم. ببینید رج 25 ساده بافیم رو با کانوای سفید رنگم انجام دادم. برای رج 26 مجدد ساده بافی دارم اما با رنگ سرمه‌ای. 30 تا پایه کوتاه با رنگ سرمه‌ای بافت میزنم دور تا دور. ببینید رج 26 ساده بافیم رو با رنگ سرمه‌ای انجام دادم. حالا رج 27 مجدد با همون رنگ سرمه‌ای که دارم بافتم رو انجام میدم. برای رج 27 13 تا پایه کوتاه میبافم، یک بار کاهش انجام میدم و این کار رو دو بار تکرار میکنم تا تعداد دونه های من به 28 تا کاهش پیدا کنه، یعنی 13 بار پایه کوتاه میبافم و بعد کاهش میدم، یعنی دو تا دونه رو یکی میکنم. ببینید 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 و 13 و یک دونه رو کاهش میدم. ببینید حلقه جلویی گندمی که دارم، حلقه‌ای که به سمت من هست، یعنی فرانت لوپش در واقع به اصطلاح انگلیسیش، توی دوتا میرم و سه تا رو یکی میکنم. مجدد 13 تا پای کوتاه، یک کاهش. خب رج 27 من به اتمام رسید. دونه هم به 28 تا رسیدم. برای رج 28 با کانوای سفید رنگم 28 تا پای کوتاه به صورت ساده بافی دور تا دور کارم میبافم. 28 تا پای کوتاه ساده بافی بدون هیچ افزایش یا کاهشی. رج 28 هم به اتمام رسید. برای رج 29 و 30 با کانوای سرمه‌ای رنگم مجدد ساده بافی دارم و 28 تا پایه کوتاه دور تا دور کارم بافت میزنم. ببینید رج 28 و 29 و 30 رو ساده بافیم رو رج 29 و 30 با رنگ سرمه‌ای انجام دادم. میرم برای بافت رج 31. ببینید از رج 31 به بعد من فقط با رنگ سفید کار میکنم و به آرومی هم کارم رو شروع میکنم به پر کردن با الیاف. برای رج 31 12 تا پایه کوتاه با رنگ سفید میبافم و کاهش میدم و این کار رو 2 بار تکرار میکنم تا تعداد دونه های من به 26 تا کاهش پیدا کنه. پس 12 تا پایه کوتاه، یک کاهش، مجدد 12 تا پایه کوتاه و یک کاهش دیگه. ببینید من رج 31 رو انجام دادم، 12 تا پایه کوتاه بافتم، یه دونه رو کاهش دادم، 2 بار این کار رو تکرار کردم. برای رج 32 و 34 32 تا 34 یعنی 32 33 و 34 26 تا پایه کوتاه دور تا دور کارم ساده بافی میبافم. 26 تا پایه کوتاه دارم که دور تا دور کار 26 تا پایه کوتاه رو تا 3 رج بافت میزنم. 32 33 و 34. ببینین دوستان، من 3 رج ساده بافی رو انجام دادم و با رنگ سفید رج 32 تا 34 رو 26 پای کوتاه بافتم. این قسمت من میخوام کارم رو پر کنم. ببینین یک مقدار کم الیاف رو به داخل کارم هدایت میکنم و با انگشتم فشردهشون میکنم. نکته پر کردن عروسک با الیاف این هست که در ابتدا یک مقدار الیاف، یعنی کم باشه، به داخل هدایت میکنین و بعد با انگشت یا دستتون فشردهش میکنین. وقتی که کاملا انگشتتون رو در تمام جهات حرکت دادین و فشردهش کردین، اون موقع است که مجدد الیاف اضافه میکنین. مطمئن باشین که انگشتتون رو توی همه جهات حرکت میدین تا کار به صورت یک دست و منسجم پر بشه و یک قسمت پرتر نباشه و یک قسمت خالی تر. اینجوری زیبایی کارتون خیلی بیشتره و کار خیلی دقیق تر و زیباتر در میاد، جلوه بهتری داره تا اینکه یک قسمتش حالت برآمده بشه و یک قسمتش خالی باشه. ببینید من در تمام جهات انگشتم رو حرکت میدم به این صورت و دوباره شروع میکنم به پر کردن. میتونید از یک وسیله هم مثل حالا قلابتون کمک بگیرین و جایی که دستتون نمیرسه ازش استفاده کنید به این صورت.
بهترین نوع الیاف هم پشم شیشه هایی هستن که به حالت دوندون یا دونه برفی هستن. حالا دقیقا نمیدونم که شما جایی که هستین به چه اسمی اینا رو به کار میبرن، ولی دونه برفی هم بهشون گفته میشه. به این صورت من کارم رو تماما پر میکنم. ببینین کارم رو کاملا تا این قسمت پر کردم. حالا میرم برای بافت رج 35. برای رج 35 11 تا پای کوتاه میبافم و یک بار کاهش انجام میدم. این کار رو 2 بار انجام میدم، یعنی 11 پای کوتاه یک کاهش و دوباره 11 پای کوتاه یک کاهش. 2 3 4 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11. یک دونه رو کاهش میدم و مجدد 11 تا پای کوتاه و یک کاهش. حالا بعد از رج 35 رج 38 تا 36 رو دارم که 24 تا پای کوتاه دور تا دور ساده بافی انجام میدم، یعنی فقط 24 تا پای کوتاه دور تا دور کارم میبافم. رج 38 رج 36 37 و 38. رج 36 تا 38 3 تا رج. ببینید رج 36 تا 38 ساده بافیم رو انجام دادم با رنگ سفیدم. برای رج 39 10 تا پایه کوتاه میبافم، یه دونه رو کاهش میدم و این کار رو 2 بار تکرار میکنم، یعنی 10 تا پایه کوتاه کاهش مجدد 10 پایه کوتاه کاهش. اینجوری دونه های من تعدادشون کم میشه و میرسه به 22 عدد. 4 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و یک کاهش و بعد 10 تا پای کوتاه و مجدد یک کاهش. خب بعد از رج 39 که 10 تا پای کوتاه بافتم و کاهش دادم و این کار رو 2 بار تکرار کردم، برای رج 40 تا 42 یعنی 40 41 42 3 تا رج 22 تا پای کوتاه دور تا دور کارم میبافم بدون افزایش یا کاهش. پس 3 رج ساده بافی دارم. ببینید من ساده بافیم رو انجام دادم. رج 40 تا 42 22 تا پای کوتاه بافتم دور تا دور کارم. برای رج 43 9 تا پایه کوتاه میبافم، یک دونه رو کاهش میدم. این کار رو 2 بار تکرار میکنم، یعنی 9 پایه کوتاه یک کاهش. 2 بار این کار رو انجام میدم. 3 4 5 6 8 و 9. یک بار کاهش. و یک بار دیگه 9 پایه کوتاه یک کاهش. ببینید من یک مقدار دیگه کارم رو با الیاف پر کردم. حالا میرم برای بافت رج 44. توی رج 44 2 تا پایه کوتاه میبافم، یک دونه رو کاهش میدم. این کار رو 5 بار تکرار میکنم. ببینید 2 پایه کوتاه یک کاهش، دوباره 2 پایه کوتاه یک کاهش. تا اینجا 2 بار این کار رو انجام دادم. تا 5 بار باید تکرارش کنم تا قسمت سر کاملا جمع بشه.
خب این رنج به اتمام رسید. برای رنج 45 این رنج 44 بود. برای رنج 45 که رنج آخر من هست یه پایه کوتاه میبافم، یه دونه رو کاهش میدم. این کار رو 5 بار تکرار میکنم. ببینید یک پایه کوتاه، یک کاهش تا 5 بار. یک پایه کوتاه، یک کاهش. همزمان که بافتم رو انجام میدم کارم هم دیگه به صورت کامل با الیاف پر میکنم. ببینید من رنج 45 رو انجام دادم. کار من که به این قسمت رسید با الیاف کارم رو کاملا پر کردم. به این قسمت که رسیدم و چند تا حلقه هنوز داشتم، چند تا پایه کوتاه داشتم، من ترجیح میدم که نخم رو بکشم و انتهای کارم رو با سوزن ببندم. از یک سوزن مخصوص قلاب بافی استفاده میکنم. شما میتونید از سوزن پلاستیکی هم استفاده کنید. سوزن من فلزی هست. کار با این برای من راحت تر هست و ویژگیش اینه که نوک تیزی نداره. ببینید این گندمی که اینجا داریم، پایه کوتاهی که داریم، این حلقه‌ای که به سمت خودم هست با سوزن میرم توش و توی بعدی هم همینطور و نخم رو از این قسمت رد میکنم و آروم میکشم. این کار رو ادامه میدم. نگاه کنید حلقه جلویی پایه کوتاهی که دارم، در واقع به اصطلاح انگلیسیش میگن فرانت لوپ، این قسمت میرم توشون و نخم رو میکشم. این کارم به همین راحتی جمع میشه. و نخم رو به این صورت به آرومی میکشم. یه دونه پوک میزنم، مجدد نخم رو میکشم، کاملا محکمش میکنم و از یه قسمت دیگه یه بدن خارجش میکنم. اینجا ادامه نخ رو قیچی میکنم و با یه وسیله نوک تیز توی کارم پنهانش میکنم که دیده نشه. ببینید بافت بدن عروسکم که در واقع یه مرغ دریایی هست به پایان رسید به این صورت. خوشحالم که با این آموزش همراه من بودین. تا آموزش قسمت‌های دیگه خدا نگهدارتون.